15 نکته از کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید. جفری یانگ. بسیاری از مشکلات امروز ما ریشه در تجربه‌های کودکی دارند. راهکار عملی: یک الگوی تکرار شونده در زندگیم را شناسایی می‌کنم. طرحواره‌ها الگوهای عمیق ذهنی اند که ناخودآگاه رفتار ما را هدایت می‌کنند. راهکار عملی: میپرسم این واکنش من از کدام باور قدیمی می آید؟ 3. ما اغلب بدون آگاهی زخم‌های قدیمی را دوباره زندگی می کنیم. راهکار عملی: قبل از واکنش چند ثانیه مکث می کنم. 4. احساس طرد شدگی یکی از رایج‌ترین طرحواره هاست. راهکار عملی: احساس طرد را از واقعیت امروز جدا می کنم. 5. برخی افراد نیازهای دیگران را همیشه مقدم بر خود می دانند. راهکار عملی: امروز یک خواسته سالم خودم را بیان می کنم. 6. طرحواره شکست باعث می شود از تلاش فرار کنیم. راهکار عملی: یک کار کوچک را شروع می کنم، نه بی‌نقص. 7. کنترلگری اغلب پوششی برای ترس‌های عمیق است. راهکار عملی: اجازه می‌دهم همه چیز کامل نباشد. 8. احساس بی‌ارزشی از درون ساخته می‌شود، نه از بیرون. راهکار عملی: ارزش خودم را به تایید دیگران گره نمی‌زنم. نه، طرحواره‌ها قابل تغییرند اگر آگاهانه با آنها کار کنیم. راهکار عملی: یک باور قدیمی را به چالش می کشم. 10. شناخت طرحواره اولین قدم درمان است. راهکار عملی: نام طرحواره فعال خودم را می نویسم. 11. احساسات شدید نشانه فعال شدن طرحواره ها هستند. راهکار عملی: احساس شدید را علامت می دانم، نه دشمن. 12. کودک درون هنوز در تصمیم‌های امروز ما نقش دارد. راهکار عملی: با خودم مهربان‌تر صحبت می‌کنم. 13. تغییر واقعی زمان می‌خواهد، نه عجله. راهکار عملی: پیشرفت‌های کوچک را جدی می‌گیرم. 14. رابطه سالم طرحواره‌های ناسالم را فعال نمی‌کند. راهکار عملی: به کیفیت رابطه‌هایم توجه می‌کنم. 15. بازآفرینی زندگی یعنی انتخاب آگاهانه، نه تکرار گذشته. راهکار عملی: من مسئول تغییر الگوهای زندگی خودم هستم. سخن حضرت علی. امام علی: مردم دشمن چیزی هستند که آن را نمی‌شناسند. اگر این فایل صوتی برایتان مفید بود و اگر به خودشناسی، روانشناسی عمیق و کتاب علاقه‌مند هستید، می توانید خلاصه‌های بیشتر را در کانال یوتیوب دنبال کنید. رر